سلام بچه، امیدوارم هر جایی هستی حالت خوب باشه. آقا همون جوری که از تامنیل و تایتل این ویدیو دیده قرار یه فیلتر شکن بهتون ارائه بدیم که به صورت رایگان هستش و برای تمام فضای مجازی کار میکنه، برای یوتیوب، اینستا، تیک تاک، برای فری فایر و برای همه چی کلا کار میکنه دوستان. من اینجا الان سرعت این بازیمون رو زیاد کردم که زود بگذره چون تایمش خیلی طول میکشید و حالا نگاه پینگو بکنید، پینگش 115 90 تو این هلوش گیر کرده فقط. و دیگه بعد این دست که تموم بشه میریم برای آموزش. خیلی آموزش ساده ای داره، فقط نیاز به یه دونه اینترنت دارید و یه برنامه فروشگاه پلی دیگه تمومه کار. بعد دیگه میرید یوتیوب، اینستا، تیک تاک، اصلا فری همه چی میتونید برید دیگه. خب حالا دست تموم شد، بریم برای آموزش. خب الان فری فایر میذاریم اونجا. خب اینجا فروشگاه پلی وی پی ان هست، این وی پی ان است. خب من الان میرم فروشگاه پلی بزنم. میزنید بخش جستجو، میزنید اون بالا جستجو، بعدش مینویسید دانلود وی پی ان اسپید ری، همچین چیزی نوشته شده. حالا بعد وقتی که اینو میزنید، حالا من وی پی ان هم راستی روشن بود، الان قطع شد. اینجا میاد دانلود وی پی ان مینویسید، بعد حتما وی پی انش فارسی باشه. بعد اون پایین میبینید اینی که الان من واسهتون با گزینه‌شون دادم، اینو میزنید دانلودش میکنید. بعد وقتی که دانلود بشه گزینه باز شود میگم بزنید رو باز شود، حالا یا میخواد در بیاد هر چیزی. بعد اینطوری صفحهش منتظر میمونید. خب الان من یکم هم نتم خرابه، منتظر میمونید. بیار. بعد تبلیغ میده بهتون، اون بالا رد کردن رو میزنید. اینجا یه چیز منو ساده ای داره، فقط میزنید رو همین روشن شدن، روشن میشه و منتظر میمونید تا تبلیغ تموم شد. رد رو میزنید. خب وایسید، الان رد کردن رو میزنید، رد کردن. خب وقتی که این رد کردن رو میزنید، این میاد میزنید روی این سبزه. بعد حالا اینجا میگه وی پی ان وصل شد. بعد وقتی که این گزینه رو بزنید گردونه میزنه و تایم مثلا قطع شدن وی پی ان رو بیشتر میکنه. یعنی مثلا اگه 59 دقیقه است میکنهش مثلا 1 ساعت خوبی، بس دیگه به شانس داره. بعد الان دوباره میرید تو فری فایر و دیگه همه چیش اوکی میشه دیگه حرفی نمیمونه دوستا. فقط یه لایک بزنید، یه کامنت هم بذارید تو این ویدیو، چنل ما رو سابسکرایب کنید دیگه. ممنونم. فعلا خدا حافظ.